بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب بی‌نظیر بوده باشه. من سجادم. امروز میخوام در مورد پایتون حرف بزنیم. دوستان امروز میخوایم در مورد باتن یا همون کلید صحبت کنیم که برای ایجاد همچین کلیدی برای ما که اینه با پس زمینه چه میدونم سیاه و با رنگ زمینه سیاه با رنگ نه متنش با رنگ قرمز اینجاست که توضیح میدم. ببینیم خط اول که توضیحش خیلی راحته. اینجا به چه دردی میخوره که کل کتابخونه تیکینتر رو ما بتونیم اینجا استفاده کنیم و ایمپورت کنیم، یعنی کل کتابخونه تیکینتر رو ایمپورت کنیم داخل این برنامه، یا استفاده کنیم یا وارد کنیم داخل این برنامه. هیچ فرقی نداره. وارد کنیم داخل کدمون و بتونیم ازش استفاده کنیم. این خط به تنهایی یک صفحه رو برای ما ایجاد میکنه با نام تیکینتر. یعنی چی؟ یعنی میگه که اسمش تیکینتر، یعنی اینو اگر تنهایی داشته باشیم و این هم نداشته باشیم، پنجم بزنم، نامش تیکی هستش. اوکی شد. حالا برای اینکه بتونیم نامشو انا مثلا ما میگید که آقا ما نامشو یه چیز اینجا میذاریم، مثلا دبلیو. خب این اشتباه میگیره، این تیکینتر این اصلا براش تعریف نشده و 100% ارور میگیره. میگه این اصلا برای من این مخفف تیکینتر هستش و بعد با حروف بزرگ نوشته بشه. و حالا برای اینکه بتونیم نام رو براش بذاریم و حتما از این خط استفاده کنیم که اینجا چیزی که تعریف کرده می نویسیم. تایتل همچه چیزی هستش و اسمی که خواستیم مثلا ما اینجا میذاریم آموزش بکنم 12 هستش. فارسی میکنیم آموزش 12 و اینو انگلیسیش میکنیم و این هم برای ما میاره دیگه آموزش 12 و آموزش 12 رو ما میاره. اینجا میتونیم خودمون تنظیم کنیم خیلی هم راحت، کلش میتونیم مثلا گنده کنیم و اینا. بعدش حالا میریم سراغ خط بعد که اینجا اندازه‌شو تعیین کنه، این طولشه این عرضشه. اینجا مثلا بذاره 500، همش بستگی به حالت خودتون داره و دیدید که میتونید تنظیم هم بکنید. بعدش حالا میریم سراغ خط بعد که یک چیز تعریف کنیم، یک باتن، حالا اسمشو گذاشتیم باتن، فرق نداره هر چه خواستید بذارید. تعریفی کنیم توش بنویسیم باتن با بی بزرگ حتما نوشته شه که کار نمیکنه در این صورت، در هیچ صورت و حتما بی بزرگ باشه. بعدش میریم سراغ چی؟ سراغ کلمه بعد. کلمه بعد اون کتابخونه نه، اون متغیری که بالا تعریف کردیم برای نمایش و ایجاد پنجره، اونو اینجا میذاریم که بگیم که آقا اینی که ما اینجا تعریف کردیم با رنگ این، با پس زمینه این، با نوشته این، روی صفحه ایجاد شه. یعنی این اگر نباشه ایجادش میکنه ولی روی صفحه برای ما نمایش داده نمیشه. بعد این حتما یادتون باشه. بعدش این اسمش هست، نمیدونم این چیه تلفظش نمیدونم ولی میدونم به درد تو کتابخونه تیکینتر به درد اسم باتن یا کلید میخوره. بعد این رنگ آقا نوشته هستش اف جی، من نمیدونم چطور اف و جی هستش، اینم بی جی هستش و رنگ پس زمینش رو یعنی چی؟ یعنی این بلک هستش، این ببینید چی بگم، خود نوشته قرمزه، پس زمینش چی هستش؟ سیاه. این برای این به درد میخوره و این هم برای موقعیتشه که مثلا 20 بذاریم
20 که بذاریم این مثلا میاد مثلا 10 بذاریم، 1 بذاریم، 1 بذاریم مثلا 10 بذاریم، بعد 1 بذاریم. نکنون اگر مثلا اینجا نکن نزدیکتر شد و اگر فکر کنم 1 بذاریم میچسبه به سقف. اینجا بذاریم 1 و میبینیم که چسبیده قشنگ به سقف. و اگر اینم نباشه همون 1 در نظر میگیره. و اگر مثلا 100 بذاریم میاد وسط احساس میکنم، چون نکنه ما اینجا 200 گذاشتیم، 100 بذاریم و بیاد دقیقا وسط نیست که کنم 100 نمیذاشتیم. 50 مثلا بذاریم، شاید نشه میگم نه رو 100 باشه. کجا نه اینجا چون نمایش داده نمیشه، اینجا بکنم. آره و حالا ما این 150 رو میذاریم مثلا 15 میذاریم، میگیم که این فرق میکنه و همین دیگه. فکر نکنم حرف دیگه بگونم توضیح. و این خط آخرم برای نگه داشتن صفحه. اگر این نباشه همونطور که میبینید برای استفاده مثلا این فقط کلیک میکنه همین هیچی نیست. خب ولی میتونیم دوباره تعریف کنیم که پرینت کنه هر چیزی رو صفحه، مثلا باز کنه یک صفحه جدیدی رو اینا. اما اگر این نباشه این خط کد خیلی ساده برای حلقه بازی نیست. چرا میشه گفت حلقه بازیه و این یاد حتما باشه که باز بمونه که وقتی که ما کلیدو میزنیم مثلا ما براش تعریف میکنیم که پرینت کنه، اینجا برای ما پرینت بکنه، بسته نشه که دیگه کلا کاراش از بین بره. و این خطم مراقب باشید که حتما نوشته شده باشه. و همین دیگه. در آموزش بعد رو همین کد تمرین میکنیم، اما مثلا رنگ‌های دیگه مثلا می‌دونیم مثلا پرینت کنه، چه میدونم عدداشو تغییر بده 1 تا 20 رو مثلا 1 بزنیم 1 تا بی‌نهایت بره، چه میدونم. روی این خط خیلی کار داریم. همچنان میخوایم رنگ‌های مثلا عوض کنیم، RGB باشه، چه میدونم این کلا همچین رنگایی باشه. پس چیز دارم خیلی زیاد. اگر خوشتون اومد از این لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید و اینا. چیز دارم خیلی زیاد. داوود خدا نگهدار.